اگر در معرض استرس و اضطراب زیادی هستی و نمیدونی که چطوری استرس و اضطراب تو کنترل و مدیریت کنی، نکاتی رو میخوام بهت بگم که قطعا به دردت میخوره. همه ما در زندگی فشارهای روحی و روانی، ترس، دلهره و نگرانی رو تجربه کردیم که این فشارهای روحی اگر از حدی فراتر بره، تمامی زندگی و فعالیت‌های ما رو در طول روز تحت تاثیر قرار میده. آیا با مفاهیم استرس و اضطراب به عنوان کلمات کلیدی در سلامت روان آشنا هستی؟ تو این ویدیو نکاتی رو میگم که میتونه در کنترل و مدیریت استرس و اضطراب بهت کمک کنه. پس تا پایان ویدیو همراه من باش. برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از زمان، تعیین اولویت‌ها و بهره‌وری بیشتر میتونه بهت کمک کنه تا استرستو کاهش بدی. تعیین اهداف مشخص و تقسیم کارها به بخش‌های کوچکتر نیز میتونه کنترل روزمرگی و بهبود ببخشه. ورزش و تمرین فیزیکی سبب ترشح هورمون‌های خوشحالی میشه و در بهبود روحیه و کاهش استرس و اضطراب کمک میکنه. فعالیت‌های ورزشی و تمرینات بدنی هم میتونه بهت کمک کنه تا استرستو کاهش بدی و احساس روانی بهتری رو تجربه کنی. ورزش‌های مثل پیاده‌روی، دویدن، یوگا میتونه بهت کمک کنه تا به آرامش برسی و استرس رو از بین ببری. تغذیه سالم و متعادل هم میتونه روی سلامت روانی و استرس تاثیر بذاره. مصرف مواد غذایی سالم و غنی از مواد مغذی مثل میوه‌ها، سبزیجات، ماهی و مواد غذایی حاوی ویتامین ها میتونه به بهبود حالت روحی و کاهش استرس کمک کنه. خب دوست من، نکته بعدی یکی از کارهایی که در طول شبانه روز حتما انجام میدی، اما قبل از اینکه بهت بگم لطفاً این ویدیو رو لایک کن. خب بریم تا بهت بگم اون نکته چیه. خواب کافی. بله درسته. خواب کافی و کیفیت بالا برای بازسازی سیستم عصبی بسیار مهمه. برای کاهش استرس و اضطراب، توجه به الگوی خواب و ایجاد محیط خواب مناسب ضروریه. استفاده از فعالیت‌های آرامش بخش مثل مدیتیشن، تمرکز ذهنی و تمرینات تنفسی عمیق بهت کمک میکنه تا تمرکز خودتو بهبود ببخشی، استرس رو کاهش بدی و بهتر با اضطراب روبرو بشی. وقت گذرانی در کنار خانواده و دوستان، شرکت تو سرگرمی‌ها و فعالیت‌هایی که ازش لذت میبری میتونه بهت کمک کنه تا از استرس و اضطراب فرار کنی. به مراقبت از خودت بیشتر اهمیت بده. زمانی که احساس استرس و اضطراب میکنی، به خودت استراحت بده. میتونی از روش‌هایی مثل حمام گرم، ماساژ استفاده کنی. مصرف میزان مناسبی از مواد محرک مثل قهوه، نیکوتین، الکل میتونه به کاهش اضطراب کمک کنه. دوست خوبم، اگر مواردی که تا اینجا گفتم تونسته بهت کمک کنه که استرس و اضطراب تو مدیریت کنی، بهت قول میدم موارد پایانی قطعا بیشتر بهت کمک میکنه. پس تا پایان همراه من باش. خب دوست همراه من، میخوام چند تا تکنیک بهت بگم که تو مدیریت استرس میتونه بهت کمک کنه. تکنیک هایی مثل تمرینات تنفس عمیق، تمرینات تحرکی، تمرینات تجسمی و تکنیک های تمرکز و تمرین ذهنی میتونه به کاهش استرس و اضطراب بهت کمک کنه. پذیرش و قبول وضعیت ها به جای مقاومت در برابر اونا و تغییر نگرش منفی به نگرش مثبت میتونه تو کاهش استرس و اضطراب مؤثر باشه. اخذ اطلاعات جدید و یادگیری مهارت‌های جدید میتونه بهت احساس رضایت و افزایش اعتماد به نفس بده و استرس تو کاهش بده. علاقه‌مندی و شرکت در فعالیت‌های خلاقانه مثل نقاشی، نوشتن، موسیقی میتونه بهت کمک کنه تا به آرامش برسی و استرس تو کاهش بدی. به نظرت از این مواردی که تا حالا گفتم کدومش بهتر میتونه تو مدیریت استرس و اضطراب بهت کمک کنه؟ تو کامنت حتما برام بنویس. تمرینات تنفس عمیق و آگاهانه میتونه بهت کمک کنه تا به خوبی تنفس کنی و به طور فعال استرس و اضطراب تو کاهش بدی. تمرکز بر نفس عمیق و آرام در هنگام استرس میتونه بهت کمک کنه تا به آرامش برسی و مراقبت از خودت داشته باشی. ایجاد فعالیت‌ها و روزمره‌هایی که بهت لذت میبخشه و معنی داره میتونه احساس رضایت و خوشبختی و افزایش بده و به کاهش استرس کمک کنه. دوست همراه من، اگر در زندگی روزمره با ترس و مشکلات زیادی روبرو هستی و راهکارهای حل اونا رو نمیدونی، بهت پیشنهاد میکنم که ویدیو بعدی ما رو حتما ببینی.